میگه ما اگر چنین نشود چنان نشود ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید. ثانیاً من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا گفتم تهدید نظامی ایران و تعرض نظامی ایران به صورت بزن و در رو دیگه ممکن نیست. I have authorized our military commanders in Iraq to confront Tehran's activities. تهدید میکردن اون وقتم. گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. اینجور نیست که شما بگید میزنیم و در میریم. نخیر، پاتون گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. اینجور نیست که ملت ایران رها کند کسی رو که بخواد به ملت ایران تعرضی بکنه. ما دنبال خواهیم کرد. گفتم دوران بزن و در رو تمام شد.